سلام رفقا، چند تا رابطه جنسی های عجیب دنیا. یک، در جزیره تاسمانی واقع در جنوب شرق استرالیا، عروس و داماد حین جشن عروسی روی حصیری که در میان مجلس پهن شده در برابر میهمانان اولین رابطه جنسی خود را برقرار می‌کنند. دو، در کشور اندونزی واقع در جنوب شرقی آسیا، اگر ثابت شود که فردی عمل استمناء انجام داده، سر آن فرد را به عنوان مجازات می‌توانند از تنش جدا کنند. 3، بنا به سنتی در تایوان واقع در شرق آسیا، یکی از خویشاوندان یا دوستان داماد باید بکارت عروس را از بین ببرد. بدین ترتیب داماد می‌تواند از انجام این وظیفه ناراحت کننده و نامطلوب رهایی پیدا کند. 4، بر اساس سنتی در هندوستان، زنانی که در انجام نظافت به خانه دیگران می‌روند می‌توانند وظیفه پاسخ دادن به نیازهای جنسی نوجوانان مجرد ساکن خانه را نیز به عهده بگیرند. 5، در جزیره گوام واقع در اقیانوس کبیر، مردان می‌توانند شغل عجیبی انتخاب کنند. مردانی که این شغل‌ها را انتخاب می‌کنند شهر به شهر می‌گردند و در ازای دریافت پول از دختران باکره اقدام به برقراری رابطه جنسی با آنان می‌کنند. بر اساس سنتی در این جزیره ازدواج دختران باکره به هیچ وجه مجاز شمرده نمی‌شود. 6، در شهر کالی کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی، اولین رابطه جنسی عروس جوان و شوهرش توسط مادر عروس به طور کامل زیر نظر گرفته می‌شود. 7، جزیره ماداگاسکار در شرق آفریقا تمام چیزهایش منحصر به فرد است، ولی عجیب‌ترین مطلب تسلیت گفتن بومیان این کشور است. در این کشور رسم است که بعد از دفن متوفی، همسر او در آستانه کلبه خویش لخت مادرزاد می‌خواهد و مردان قبیله با سکس به او تسلیت می‌گویند. این مردان او را در آغوش گرفته و معاشقه کاملی انجام می‌دهند تا انزال صورت گیرد و تا زمانی که زن بیوه اجازه ندهد باید عشق‌بازی ادامه داشته باشد. طبق نظر و درخواست بیوه برای شادی روح همسرش، این مراسم بین 3 تا 40 روز طول می‌کشد و اگر زن باردار شد، پدر بچه همان شخص متوفی تلقی می‌شود و قبیله احترام زیادی به وی می‌گذارد. همچنین اگر مردی از این کار خودداری کند، توهین به متوفی تلقی می‌شود.